که از این علمای دعوتگر برادر از این هرات ما و شما رفته بود به کابل. باز ما رفتیم خانه متوکل رفتیم. الله رب العالمین شهادت رو قبول بکنه. خانه متوکل که میگه ما رفتیم، باز تا نیمه های شب خود از شیخ صحبت کردیم. بسیار میگو زندگی عادی، بسیار زندگی ساده، بسیار شکسته، بسیار متواضع. وقتی که با این میششتی نشسته باشیم خودت، وقتی که با این نشست میکردی یاد آدم از علمای سلف میاد. هیچ چیز در نزد حضور غیر از سنت مطرح نبود. مگه وقتی که تا ساعتهای 10 که نشستیم باز مگه ای آمد و از ما معذرت خواهید که شما از هرات آمدین، باز مهمانم هم هستین، هیچ چیز در داخل خانه برای خوردن وجود نداره که من برای شما بیارم باز برای شما مهمانان تقدیم بکنم. در خانه ما نان برای خوردن وجود داره و طفلک ها و زن ها و بچه ها امشب گرسنه خواهد شد. الله رب العالمین این علما در این بین از این امت حجت قرار داده. اینا را الله رب العالمین دلیل قرار